حجاب 401 با حجاب 403 چقدر فرق کرده؟ دقت کردین از زمانی که جو حجاب افتاد تو کشور تا همین امروز دلار 35,000 تومان گرون شده؟ دقت کردین 50% بهتون مالیات بستن؟ دقت کردین 50% تورم بهتون بستن؟ میدونین اگر جو حجاب راه نمیافتاد تو کشور، همینایی که میگن ارزشی، همینایی که میگن برانداز، از کنار همدیگه رد میشدن، دیگه به همدیگه فوش و دریوری نمیگفتن. بعد میدونین اگر این تورم و مالیات و دلار 65,000 تومانی اتفاق میافتاد تو جامعه، الان چه اتفاقی تو کشور افتاده بود؟ فرقی نمیکنه تو کشور جنگ باشه یا نباشه، همین که جو جنگ، اسم جنگ روی کشور باشه، همین که آب گلالود بشه، بهترین ماهی‌ها رو میشه ازش گرفت. فقط خواستم بگم تو ونزوئلا و کوبا وضعیت حجاب خیلی بدتر از ایرانه. وقتش که برسه فرقی نمیکنه زیر چادر باشی یا با شلوارک باشی، برای یه تیکه نون اسلحه رو سر هم دیگه میذاری. فرقی هم نمیکنه کدوم سمت وایسادی. وقتی سدتا خالی از آب بشه همه از تشنگی میمیرن. تا وقتی که دستبند سبزو باز میکنن، بنفش میدن دستمون، بنفشو باز میکنن، قهوه‌ای میدن دستمون، یکی با 1 میلیون مسکن گولمون میزنه، یکی با شغل ایجاد کردن گولمون میزنه. داستان تا ته تهش همینه و تمام.